سلام دوستای عزیز، امید جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، اگر میخواهید که در حدود 500 افغانی برنده شوید، پس شما باید این ویدیو را تا آخر ببینید و همچنان در این ویدیو شرایطی که در نظر گرفته شده در جریان ویدیو به شما گفته میشه و به بسیار آسانی میتوانید که 500 افغانی کردیت کارت را از آن خود بسازید. دوستای عزیز، برنامه کردیت کارت را تقریبا ما 2 ماه پیش برای انداختیم و طی 2 هفته که گذشت ما تقریبا یک سلسله تغییرات بسیار مهم آوردیم و او هم به خاطر ای که شما خواستین که شفاف زیادتر باشد و به دلخواه شما باشد و شما خواستین که ما به همین قسم ارائه کنیم و قسمی بود که هر کس که کامنتش زیادتر لایک گرفت و اونمو برنده میشن. ولی دوستای عزیز، به خاطر که دیگه هم به خاطر شما دلچسب شود، ما جایزه ای برنامه را زیادتر کردیم. جایزش 500 افغانی شد. هر کسی که برنده شد با او بسیار آسانی مثل که قبلا به دوست عزیز ما داده شد به شما هم داده می شود. شرایطش چیست؟ شرایطش ایست دوستای عزیز که شما این ویدیو را تا آخر ببینید. اول دومی است که این ویدیو را باید شما لایک بزنید. اگر این چینل را سابسکرایب نکردید سابسکرایب باید کنید، به خاطر اینکه اگر سابسکرایب نباشد و هر قدر شرایطش پورا کرده باشید باز هم به شما کردیت کارت 500 افغانی داده نخواهد شد. یعنی این ویدیو را ببینید، لایک کنید، سابسکرایب کنید. بعدا دوستای عزیز شما کامنت میکنید. وقتی که این ویدیو را دیدید کامنت که کردید، در کامنت کلمه دوستانه را نوشته کنید و با تعقیب همین هر کس که لایک بیشتر گرفت و همچنان دوستای زیادتر خود را منشن یعنی دعوت کرده بود به این چینل، اونمو برنده ما خواهد بود. و شما پس از سمیال شروع میشه این برنامه رقابتی و بعد از 15 روز با شما برنده این برنامه اعلام خواهد شد. باید دوستای عزیز بگویم که در هفته قبلی ما برنده به خاطر نداشتیم که اشتراک کننده ما بیخی تقریبا کم داشتیم، چند 5 نفر بود که نمیشه که ما برنده را از او اعلان کنیم و همچنان کسی بین خود هیچ رقابت را بر آن انداخته بود از او خاطر. پس حال اگر شما میخواهید که یک جایزه خوب به دست بیارید و رقابت کنید و یا اینمی جایش است دوستای عزیز، برنامه از امیال شروع شد. بعد از 15 روز 15 باش در خدمت شما قرار میگیریم و برنده را اعلام خواهد کرد. پس شروع کنید دوستای عزیز، منتظر این نباشید که روزها بگذرد شما در آخر باز رقابت کنید، چون باید رقابت شدید باشه. هر کس که برنده شد، هر کس که زیاد منشن کرده بود، شرایط ویدیو را پورا کرده بود، ما برنده اعلام میکنیم دوستای عزیز. تشکر. امید رقابت این بار بسیار سریع باشه. و این ویدیو را دوستای عزیز یک چیزی که بسیار مهم است، این ویدیو را در صفحات فیسبوک و در قسمت در دیگه چینل هایی که دارید شیر کنید و اونمو دوستا هم ما یک سلسله و یک مقدار جوایز داریم که برایشان تقدیم خواهیم کرد. تشکر.